دوستان عزیز، بسیاری ها می نویسند که شوهر کرده نمیتوانیم و بسیاری ها می نویسند که زن گرفته نمیتوانیم. یه جای خواستگاری میریم یعنی نمیتونیم، یا که اونانی که ما میخوایم میگن اونها برای ما خواستگاری نمیان. یعنی بعضی خواهرها می نویسند برای آنی که همون برادرها یعنی زن صالحه پیدا کنن یا اینکه اون خواهران صالحه شوهر صالح پیدا بکنن، باید انسان نفس خود را خوب بکنه. بسیاری ها ما خودمان مشاهده هستیم، دیدگی هستیم که ای روی جمال خوبش یعنی اونها را خواستگاری میان، توی میکنن، ای روی بدرفتاریش اخلاق بدش 2 هفته پس عبرت باز به خانه پدر و مادر میارنش. برای هوا چیکار کردن در کار؟ اخلاق و آداب خود را خوب کردن در کار. و برادرانی که یعنی میری نمیتن تو، یعنی باید چیکار کنیم؟ خودمان هم خیلی خوب کنیم، هم خیلی رفتار خوب کنیم، هم خیلی معامله خوب کنیم، داد و گریف چنان خوب باشه که یعنی خانه دختردار